سلام كمسك الختام. تعلیم نماز قسم 4. 4 رکعت فرض نمازی پیشین. به نام خداوند بخشنده و مهربان. 4 رکعت فرض نمازی پیشین از 4 قیام، 4 رکوع، 8 سجده و 2 قعده عبارت است. قیام این راست ایستادن بعد از تکبیر را گویند. رکوع این خم شده زانو ها را با دست ها قپیدن است و سجده باشد این پیشانی را به جای نماز ماندن است و قعده باشد نشستن است. اول شخص نیت می کند. نیت کردم بگذارم 4 رکعت فرض نمازی پیشین وقتی که بر من است روی آوردم به قبله. قبله من به جهت کعبه خالصا لله تعالی گفته دستهایش را برداشته انگشتانش را به نرمی گوش رسانیده تکبیر میگوید الله اکبر. بعد از آن دست راستش را به بالای دست چپش در زیر ناف گذاشته ثنا میخواند سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. بعد از آن اعوذ بالله و بسم الله را میخواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سوره فاتحه را خوانده در آخرش آمین میگوید. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد یک سوره را میخواند. این چنین میتواند از قرآن یک آیت دراز یا 3 آیت کوتاه را خواند. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بعد تکبیر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 بار تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بعد از رکوع تسمیع گفته به قیام خسته تحمید را می گوید. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بعد تکبیر گفته به سجده می رود. 2 بار سجده کرده تسبیح ها را می خواند. الله اکبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دوم تکبیر گفته به قیام رکعت دوم میخیزد و در رکعت دوم ثنا و اعوذ بالله را نمیخواند. دست راست را در بالای دست چپ در زیر ناف گذاشته بسم الله گفته سوره فاتحه و یک سوره دیگر را میخواند. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بعد تکبیر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 مرتبه تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. از رکوع تسمیع را گفته به قیام می خیزد و در قیام تحمید را می خواند. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. تکبیر گفته به سجده می رود و 2 بار سجده کرده در هر یک سجده 3 بار تسبیح سجده را خوانده در بین 2 سجده به جلسه 6 کمی قرار می گیرد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دوم تکبیر گفته به قعده می نشیند و در قعده التحیات را می خواند. الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد تکبیر گفته به قیام رکعت 3 می خیزد و در رکعت‌های 3 و 4 تنها سوره فاتحه خوانده می شود
یعنی زمی سوره کرده نمی شود. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بعد از سجده دوم در قعده نشسته التحیات و صلوات ها را خوانده، پس از آن دعا را خوانده به طرف راست و چپ سلام می دهد. تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. همین طور 4 رکعت فرض نماز پیشین به انجام می رسد. فرقیت 4 رکعت فرض از 4 رکعت سنت نماز پیشین در این است که در 4 رکعت فرض نماز پیشین در 2 رکعت آخر بعد از فاتحه ضم سوره کرده نمی شود. با همین درس امروزه را به انجام می رسانیم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است.